باور کردنی نیست. متحدان دیروز دشمنان امروز شدند. در تاریخ 3 دسامبر 2025 جنگنده‌های F-15 کشور عربستان سعودی بندر المکلا را که تحت کنترل نیروهای امارات بود بمباران کردند. گزارش‌ها میگن این یک محموله تسلیحاتی امارات بوده که هدف اصلی برای عربستان سعودی بود. آیا جنگ مستقیم بین ریاض و ابوظبی آغاز شده؟ اگر امارات تصمیم بگیره با جنگنده‌های پیشرفته F-16 یا میراژش پاسخ بده، چه کسی برنده آسمان یمن میشه؟ آیا در این نبرد کی واقعاً برنده میشه؟ ریاض یا ابوظبی؟ در مستند پشت پرده امروز به این سوال پاسخ خواهیم داد. سلام به شما خوبان. خوش آمدید به کانال رادار 360، جایی که دنیای نظامی و فناوری رو زیر ذره‌بین قرار میدیم و حقایق پشت پرده نبردها رو کشف میکنیم. من مهدی هستم و امروز قراره با هم بررسی کنیم که چه اتفاقاتی بین این دو غول نظامی عربی افتاده. تجهیزات کدوم طرف مرگبارتره؟ و اگر کار به جنگ تمام عیار بکشه، نتیجه چه خواهد شد؟ اصل ماجرا چیه؟ اول نگاهی بندازیم به این که چرا کار به اینجا کشید. همه چیز به استان نفتخیز حضرموت برمیگرده. امارات متحده عربی سال هاست از طریق نیروهای نیابتی خودش، یعنی شورای انتقالی جنوب به نام STC، کنترل بنادر جنوبی یمن را در دست داره. اما عربستان سعودی که مرز طولانی با این استان داره، این نفوذ رو تحمل نمی‌کرد. هفته گذشته وقتی نیروهای تحت حمایت امارات سعی کردند کنترل چند چاه نفتی و فرودگاه رو در دست بگیرند، صبر ریاض تمام شد. نیروی هوایی سلطنتی سعودی هشدار داد، اما وقتی نیروهای اماراتی عقب ننشستند، عقاب‌های سعودی وارد عمل شدند. این اولین بار نبود که اختلاف نظر داشتند، اما این اولین بار بود که به صورت مستقیم از نیروی هوایی برای سرکوب متحد خودشون استفاده میکنن. حالا بیایید کمی فنی‌تر نگاه کنیم. فرض کنید فردا صبح امارات بخواد تلافی کنه. روی کاغذ چی داریم؟ عربستان سعودی هیولایی به نام F-15SA در اختیار داره و یکی از نسخه های ایگل پیشرفته یعنی F-15SA رو در اختیار داره. F-15SA یک کامیون پرنده است که میتونه حجم وحشتناکی از مهمات رو حمل کنه. رادار فعال AESA مدل APG-63V3 که روی این جنگنده نصبه میتونه اهداف رو از فاصله های خیلی دور شناسایی کنه و قبل از اینکه دشمن بفهمه افل راداری رو انجام بده. عربستان روی قدرت آتش سنگین و برد عملیاتی بالا حساب ویژه‌ای باز کرده. به اون طرف ماجرا نگاهی بندازیم، یعنی F-16 امارات ملقب به شاهین صحرا. F-16 های اماراتی چیزی نیست که بشه اونها رو دست کم گرفت. شاید از لحاظ جثه کوچکتر باشند، اما از نظر الکترونیک یک سر و گردن از خیلی از جنگنده های منطقه بالاترن. این جنگنده ها سیستم جنگ الکترونیک فوق‌العاده‌ای دارند. علاوه بر این، امارات ناوگان جنگنده های میراژ 2000 نسل 9 فرانسوی رو هم در اختیار داره که برای حملات دقیق و ضربتی خیلی عالی‌اند. اگر نبرد به یک داگ فایت هوایی کشیده بشه، چابکی خلبانان اماراتی و جنگنده هاشون میتونه ورق رو برگردونه. اما جنگ فقط توی آسمون نیست. روی زمین چی؟ عربستان تانک های آبرامز M1A2 آمریکایی رو در اختیار داره که زره اورانیومی قدرتمندی داره. اما مشکل بزرگی که عربستان باهاش دست به گریبانه، عملکرد ضعیف نیروهای زمینیش در سالهای گذشته مقابل روسی‌ها بود. داشتن بهترین تانک دنیا کافی نیست. باید بتونی ازش استفاده کنی. در مقابل امارات تانک های لکلرک فرانسوی رو در اختیار داره. اماراتی ها نشون دادند که در جنگ زمینی خیلی چابکتر و حرفه‌ای تر میشه عمل کرد. نیروهای ویژه اماراتی آموزش های بسیار سختی دیدند و در جنگ های چریکی مهارت دارند. میشه گفت سناریوی احتمالی به این صورته: عربستان در آسمان برتری عددی داره،
اما روی زمین نیروهای نیابتی اماراته که میتونه ضربات دردناکی به ارتش سعودی بزنه. حالا شما نظرتون چیه؟ توی کامنت ها واسمون بنویسید. به نظر شما خلبانان سعودی بهترند یا اماراتی؟ راستی جنگ های امروزی فقط با موشک و تانک نیست. اما دوستان خوبم، تصویر بزرگتر رو ببینیم. وقتی دو عضو اصلی ائتلاف که قرار بود روزی جلوی نفوذ الله و ایران رو بگیره، حالا دارن توی سر و کله هم میزنن، کی بیشترین سود رو میبره؟ دقیقاً تضعیف جبهه جنوبی یمن بهترین خبر برای صنعا و تهرانه. در حالی که بمب‌های سعودی در بندر المکلا فرود میاد، انصارالله یمن میتونه نفس راحتی بکشه و تجدید قوا کنه و حتی از این شکاف برای پیشروی‌های جدید استفاده کنه. در واقع برنده این جنگ کسیه که اصلاً تیری شلیک نکرده. این فقط یک جرقه بود. اما اگر میخواید واقعاً بدونید که در یک جنگ تمام عیار کلاسیک ارتش عربستان قوی تره یا امارات، ویدیوی بعدی کانال رو از دست ندید، چرا که در ویدیوی بعدی مستند پشت پرده قراره قدرت نظامی عربستان و امارات رو کالبد شکافی کنیم. ریز بریز آمار جنگنده ها، ناوها، موشک ها و نقاط ضعف عجیبی که هیچ کس بهتون نگفته رو بررسی کنیم تا ببینیم کدومشون واقعاً غول منطقه است. سپاس فراوان که تا اینجا با ما همراه بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، پیشنهاد میکنیم ویدیوی جنگ سایبری کانال رو حتما ببینید. اونجا 5 ابرقدرت سایبری جهان رو معرفی کردیم و این رو هم توضیح دادیم که چطور با چند خط کد میشه تأسیسات دشمن رو نابود کرد و حتی مخربتر از بمب اتم باشند. حتما ویدیو رو نگاه کنید و روش کلیک کنید. و تا ویدیوی بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.